lettura in arabo della scuola di italiano L2 Don Mimmo Amato da parte della studentessa iraniana Paese Dustitei dell'articolo Papa Francesco e il piccolo Michelangelo, lettura in persiano farsi. Buon ascolto. آنژ میکل و فرانسیس آب. با ترجمه مراسم رسیدیم پیتر سنت میدان به 7 ساعت. همسرم و من در 23 آوریل روز چهارشنبه به مقدسین‌های مناجات و کردند همراهی‌های فرانسیس پاپ پیکر هارکیدان آنتی که ایرژه‌ای به سمت جلویی بخش مابین رسید. به 1 ساعت 10 شد و آغاز مراسم ساعت 9. خواننده لاتین جمع شدند. جمع آنها در نفر حدود 10,000 نفر بود. چند در عرض که بودیم نشسته پیتر سنت میدان راست. به تواندی میکرد که چه میکردیم. فکر بودیم در میدان سن پیترو در ساعت 7 از اینکه با توجه به مراسم پایان که گفتن ما به امنیتی مأموران و بود شده مسدود کاملا مسیر حال این با شویم با سیلیکا وارد سرعت صف و در برویم میدان روبروی ورودی به یاد اما یاد کنیم عبور شدیم وارد که جایی از توانیم نمیشد. خیلی آفتاب بود. ایستادیم در صف سمت راست در برنی ردیف ابتدایی در و راه افتادیم. بایستیم یک در سایه تا کردیم. باز بودم. آورده پول پشتی که آورده بودم را باز بود. در کوچکی داشت و چتر هم همراهمان بود. چتر زیر هم ناخودآگاه بودند. والدینشان آغوش در خردسال کودک را از ما دورتر 2 متر دورتر روبروی جامع کلیسایی به ما در حدود ساعت 11 که کرده بودیم روی پیاده روی هم با مسیر تمام گذاشتیم. مسیر طول فرستاد. گرفت قرار عموم دید معرض در ساعت 13 حدود که فرانسیس پاپ پیکر کنند. حمل فرانسیس پاپ همراه خودشان از عکس هایی که بود و تو پوستر این خانواده که همراه شدیم. زندگی ایتالیا در 7 سالی که گذشت با زوجی یک بار بارسنو پاربونا مارسالا و زاگارلا ادوین سقوط یک از پس داشت. روز پنجم فقط که میشل آنها سومین فرزند در 2023 در روز 29 مارس در گندمی داشتند. به محض اینکه بستری شد گامل کلینیکو در بیمارستان پولیکلینیکو در فوراً شد و جمجمه شکستگی دچار تصادفی. این در حالی بود که خون لخته شده بود و جمجمه سر شکسته شده بود. پزشکان به خانواده گفتند بسیار وخیم است وضعیت بالینی وی و ما باید منتظر بمانیم. عمل بلافاصله قابل انجام نبود. که دادن اطلاعات کلینیک و پلیس کودکان بخش در حاضر مادران به پرستاران روز 2 از پس خواهد شد به کودکان به ملاقات بود. بستری گملی بیمارستان در این روز فرانسیس مادر اما نرفته بود کلیسا با هاستل که چه کنم کار که بود. گفت خبر این شنیدن با مارسلا آمد بخواب او و کم صحبت فرانسیس پاپ. این از معجزه یکگون که کرده سرزنش را از او و از شوهرش برای سلامتی آن پسر دعا کنند. به صحبت با شروع آنها شد نزدیک فرانسیس پاپ وقتی و بود بخش صف در مادر آخرین مارسلانای او از سپس حال چه در پسرش دارد و چه مشکلی در سر دارد و از او و کردند در آنها می‌خواستند که اسپانیایی زبان صحبت کنند و غسل او را هنوز ما دارد در روز 7 وقت او نداد. پاسخ او دادگاه تمدید غسل او را آیا پرسید پیشنهاد این از تقریبا که او هم انجام دهیم غسل تعمید را یا نه. تعمید غسل را پسرتان الان دارید دوست آیا اجازه ندادید تمدید بود خواهد افتخار بزرگی برای این و برای آن کودک. چیست؟ او نام داد تعمید غسل را کودک و گرد متکبر را خواست. آب لگن یک فرانسیس پاپ آن روزی که کاغذ برگه یک و خودکار یک آن از آن پس آنجل میکل در را کوچک کودک تا ببرد کلیسا کشیش نزد آن را خاص بود تایید را شده بود و انجام داد غسل تعمید غسل را. اما رفتم قدمی آنجا به دیگر و بودم گرفته فاصله کلیسا از من.
شودمی داستان مجذوب مارسللا. بنابراین رفتیم مارتا سانتا در او و به دیدار ماسال دوین در تغییر در زندگی پاپ فرانسیس و با ملاقات این خانواده از بخشی از فرانسیس پاپ در برگشت. و من تماس مبهمی با آن گرفتم، تماسی با مارتا سانتا که هر بار و صاحب خانواده اکنون و گرد نصیحت من دو جوان فرزند خانواده به خوبی به گوش پدر بزرگ گوش می سپردند و صاحب فرزند چهارم و یک دختر بودند. مواجه با این مجذوب چنان در او جمع شده بود، گندمی تعریف ما برای خود مذهب تغییر درباره مارسالا، داستان در تغییر از پس دیگر معجزه به کسب گرفته سر از راش ایمانی سفر و داعد تغییر را زندگیش کرده بود. دانش آموزان به همراه گندمی مصاحبه او با او ویدیویی در آن هستند. من این گندمی توجهی دینی تعمید و غسل را از پس او یاد گرفتم. پرسم را سؤال این را از کی کرده تهیه خارجی ها برای ایتالیایی زبان مدرسه بتوانی میگفتند کردند مرخص را ما پزشکان. روز 2 از بعد هدفی پاسخ داد. چه اتفاقی افتاده بود که چه چیزی جذب لخته خون شده بود؟ بهبود حال وی چگونه بود؟ رفع خطر را آیا باید متوجه شویم؟ که هر بار فرصتمی عجیل در عیسی که آوردند در ذکر به راه را چیزی همان دقیقاً شهادت این واقع در داده نجات را تو ایمان گندمی تلاش دیگری معجزه یا شفا برای اصل نقل است در 17:11-12 لوقا در که جزمی 10 شفایی از پس دیگر رویدادهای میان در رویداد یک تشخیص شما فقط اما یافتن شفا نفر 10 نفر از قوم عیسی توجه کنند بر این امر شگرف برای یکی تنها و ایمان قوی روبروی خود شما فقط بنابراین است کرده تغییرمند با معجزات لطفتان به زندگی که دادید به گشودگی و رستگاری. گزارش شده در پیترسن کلیسای مقدس در به تابلوهای میان در است که فلج شفای دیگر اتفاق افتاد. دیگر رویداد در مبشر مرقس که همانطور گندمی موعظه‌ور از کفر ناهوم در قدس شمعون خانه در عیسی توانند که نمیتوان زیاد آنقدر جمعیت بالا آمده بود. توصیف گندمی آن بود که خود در روزگارهای رسید خود انجیل 2 فصل باز را آن بروند بالا در پشت بامها تا گندمی تا تلاش دوستان و گروهی آنها را ببینند. بنابراین نمیشد وارد خانه شد. آن را روی فلجشان دوستی که تخت عیسی جلو آن را ببرند بالای پشت بام و به خود و آن را در آغوش خود کنند. نمیدانیم ما گیر دمی قرار داده شده بود نشان که ایمانی تأثیر تحت عیسی بیاورند پایین. این از کشید دراز بخشیده تو در گناهان گویدمی و داشتن ایمان قطعا دوستانش اما خیر یا عصر را داشته ایمان فلج فرد آیا که انجام را شفا معجزه کند اندشته رسوا و سخنانی که از او به پاسخی برای قسمت این پایان در تنها شدنی باشد. گیر دمی تصمیم بدهد ای هدیه مرد این چه خواهد بود که عیسی چیز رویداد این عظیم آموزه لطف بلکه نیست جسمانی شفای بسیاری انتظار برخلاف که ای هدیه بدهد او را به رهی هدیه بزرگترین چه راهی چه باشد شفا چه نشان است چه توجه پیوسته حضرت عیسی آیدمی گناهان بخش از پس که خداست گندمی تعیین را جدید زندگی جدید را به یک کیفیت تنهایی که باشد معطوف می کند از سر ایمان از سر معجزه ایجاد ناصره استاد شخص با مواجه طریق ایمان در که زندگی جدید این شناخت آنژل میکل آنژ و خانواده‌اش مواجه گردن بازگو باشد متوجه اینکه بدون شاید مارسلاس که چیزی ذهنی شهادت دهد تغییر همیشگی برای آنها زندگی و بود و فرانسیس پاپ که انجیل شاهد تمام تلاش‌های آن از کوچک و بزرگ بود.